درود بر شما بزرگواران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز فرصتی دست داد تا با افتخار در خدمت شما عزیزان باشم و درباره چند موضوع بسیار مهم با شما عزیزان گفتگو بکنم. از فحاشی‌های عده کمی از مثلا، چون تاکید میکنم به این مهم، مثلا هواداران تراکتورسازی که سر در آخر جمهوری اسلامی دارن، قبیله گرایان و پانتورکانی که سر در آخر جمهوری اسلامی دارن، به کریم خان باقری فرزند میهن پرست ایران و فرزند اصیل تبریز تا زبان درازی توماج صالحی نسبت به علی آقای کریمی تا قتل یک پادشاهی خواه دیگر توسط جمهوری اسلامی موضوعها گسترده هست. مهمه، امیدوارم بتونم یک جمع‌بندی داشته باشم خدمت شما عزیزان. خب به احتمال زیاد در جریان باشین که حواشی حول بازی تراکتورسازی و پرسپولیس تهران وجود داشت. قرار بود حالا پروژه های انجام بشه که با شکست روبرو شد. پروژه توهین به خاندان پهلوی. ببینیم بزرگواران، وقتی که تاکید میکنم اینها سر در آخر جمهوری اسلامی دارند، به هیچ عنوان زیادگویی یا اصطلاحاً بدگویی نیست، عین واقعیته. این پروژه خود جمهوری اسلامی دلار شده 132,000 تومان، سکه شده 144 میلیون تومان، نمیدونم گرم طلا شده 14 میلیون، 13 و خورده میلیون، نزدیک 14 میلیون. بعد شما دغدغه این فرومایگان رو ببین که کی اول فوش داد. باورتون میشه به مانند بچه‌های مهد کودک 5-6 ساله این اول شروع کرد، اول تو تهران به ما فوش دادن، بعد اونا شروع میکنن اول تو تبریز به ما فوش دادن. 5 سال پیش، 10 سال پیش. به خودمون بیایم. وقتی که میگم این پروژه جمهوری اسلامیه، کوچکترین شکی وجود نداره. ابتدا اینو بگم بزرگواران، فحاشی توهین از طرف هواداران هر تیمی میخواد باشه، پرسپولیس باشه، تراکتورسازی باشه، کاملا محکومه و به کل باید بساطش جمع بشه. مملکت رو حواس. باز این رو هم بگم، خیلی پوزش میخوام اینجوری میگم، شاید هوادارانی وجود داره، گور بابای تاج و پرسپولیس و نمیدونم تراکتورسازی، اگر قراره که مملکت با این وضع اسفناک ادامه پیدا کنه وضعیتش و یه عده مشغول سر کله زدن همدیگر باشن حول محور بحث‌های فوتبالی که واقعا فوتبالی هم نیست دیگه، از ورزش فراتر رفته، خب مشخصه دیگه این پروژه جمهوری اسلامیه. حالا میخواد هوادار تاج باشه، هوادار پرسپولیس باشه، هوادار تراکتورسازی باشه. به خودمون بیایم و الا جمع کردن بحث فحاشی ها در ورزشگاه کاری نداره. اینها لیدرهاشون تحت هدایت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامیه و الا صدا کردن و پیچوندن گوش 4 تا لومپن تحت عنوان لیدر نمیدونم پرسپولیس و تراکتورسازی و تاج که کاری نداره. به راحتی جمهوری اسلامی میتونه این بساط رو جمع کنه، فدراسیون میتونه این بساط رو جمع کنه، با کسر امتیاز، با محکومیت، با اصلا فراخواندن و پیچوندن گوش این لیدرها. بله یه سری جوون 15-16 ساله تا 20-22 خورده ساله میرن اونجا جوگیر میشن، بعد عین بچه‌ها تراکتورسازی ورداشته بیانیه داده که بله چرا نمیدونم ماه پیش 2 ماه پیش که توی تهران به هواداران تراکتورسازی بی احترامی شد، کریم خان باقری واکنش نشون نداده. بعد کار به جای رسیده که آقای کریم باقری هم برداشته یه بیانیه داده، درست هم توضیح داده، اتفاقا تو بخش پایانی به درستی توضیح داده که بابا مملکت گرفتار هزاران مشکله. بعد دغدغه شما رو ببین، روی سخنم با وجدانهای بیداره و الا خب معلومه که باز هم تاکید میکنم لیدرهای اینها سر در آخر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دارن، چه پرسپولیسش باشه، چه تاجش باشه، چه نمیدونم سپاهانش باشه، چه تراکتورسازیش باشه، به هر کی هم میخواد بر بخوره، سر سوزنی برام مهم نیست. لیدرهای تماشاگران اینها سر در آخر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دارن، پروژه داره جلو میبره. سخنم با وجدانهای بیداری که به خودتون بیاین. عملا شد این سیاهی لشکر مسخره بازی های جمهوری اسلامی، عین بچه‌ها اون به من فوش داد پس منم به اون فوش میدم. بعد بابا به خودمون بیایم، مملکت رو حواس. بعد اینا افتادن به جون هم که کی اول به من فوش داده. همینجوری ادامه پیدا کنی، خب این میگه پرسپولیسی اول به من فوش داد، میری از پرسپولیسی میپرسی، اون میگه تراکتورسازی اول به من فوش داد، هر کدومم همینجوری بری عقب، شما میتونی شروع کنی پیدا کنی ویدیوهایی که درون داره فحاشی میشه. سالها پیش تو همین تبریز شهر خودم به علی آقا دایی فحاشی شد.
همینجوری بخوای ادامه بدی، چون دیدم ژست گرفته. ببینین باشگاه تراکتورسازی، اون زنوزی بیمایه، مدیر عاملش، اینها عاملان جمهوری اسلامی هستن. بیانیه دادن که بله کریم باقری که در فلان ماه مثلا تو تهران به ما توهین شد چرا واکنش نشون داد. همین چند سال پیش تو تبریز هم به کریم باقری و علی آقا دایی فحاشی شد. بعد گفتم اینا تکلیفشون روشنه. زنوزی که بچه یه کارمند قدرت زنوزی، پدر این یه کارمند کارگر بازنشسته راهن بود. اینا رو از من بپرسین، همه اینا رو من میشناسم. خودش هم یه گاراژ داشت با رانت احمدی نژاد، بدهکار بزرگ بانکی مملکت. الان گردن کلوف کرده، میاد میشینه عربده کشی میکنه، به ورزش سه پول داده، به همه جا فساد چیز سر تا پای فوتبال جمهوری اسلامی رو گرفته. روی سخنم با جوانانه، به خودتون بیان. سیاهی لشکر چه کثافت کاری شدید. جمهوری اسلامی هم از خداشه، معلومه از خداشه. تفرقه بندازه سر فوتبال، باورتون میشه بزرگواران؟ اندازه موهای سرتونم ورزشگاه رفتم. اون موقعی که شهرداری پرسپولیس تو باغ شمال نه یادگار مامی بود نه سهندی بود. شما هنوز به دنیا نیامده بودید من فوتبالی بودم، فوتبال دنبال میکردم، احد شیخلاری ها میشناختم. بساطتون جمع کنیم، پس مقابل من یکی حداقل چیز فوتبالی بودن در نیارید. اما گند بزنم به اون فوتبالی که بخواد باعث تفرقه بین ملت ایران بشه. مملکت رو حواس اینا نشستن سر کله هم میزنن سر فوتبال. باز هم تاکید میکنم، هر هواداری از هر تیمی به هر تیره ایرانی، به هر استان ایرانی توهین کرده، غلط اضافی کرده با جد و آبادش. اینم از این فرق نمیکنه طرفدار پرسپولیس باشه، طرفدار تراکتور باشه. ما سر بی احترامی به ملت ایران، به هم میهنانمون از گوشه گوشه ایران با هیچ جنبنده شوخی نداریم، با هیچ جنبنده. هر کسی هم دیدین من و من میکنه، نمیتونه تعیین تکلیف کنه با بحث فحاشی به مفاخر فوتبال ایران، به فرزندان میهن پرسته ایران. ببینید اینا چه جوری سر در آخر جمهوری اسلامی دارن، این لیدرهای تراکتورسازی و پرسپولیس و تاج. هیچ فرقی نداره. بازم تاکید میکنم، به هر کی میخواد بر بخوره، سر سوزنی برام مهم نیست. من چیزی رو که باور داشته باشم و بدونم حقیقت خواهم گفت. که اینها میان بچهای خود تبریز، مفاخر خود تبریز رو قربانی میکنن. اون موقعی که کریم باقری داشت برای تراکتور سازی بازی میکرد، دهه 70 اوایل 70، شماها به دنیا نیومده بودین. قزمی تا برای خوشرخصی در راستای اهداف جمهوری اسلامی اینا هر غلطی بگیم میکنن. ببینیم به راحتی خود آذربایجان هم میفروشه، خود مفاخر تبریز رو، آذربایجان رو هم میفروشن، توهین میکنن، فحاشی میکنن. بهانه چیه؟ 5 ماه پیش تو تهران به ما فحاشی شد. از اونا میپرسید سال پیش تو نمیدونم ورزشگاه سهند به ما فحاشی شد. باز دوباره همینجوری همین پینگ پونگیه دیگه. برگردی تا دلت بخواد میشه تا 10-15 سال پیش که کثافتکاری‌های جمهوری اسلامی داشت شروع میشد، از خرید تراکتور که یک تیم ورشکسته بود، کارخونش ورشکسته بود. یک بار از خودتون پرسیدید سپاه چرا باید بیاد تیم ورزشی بخره؟ بعد بده به یک بدهکار بزرگ بانکی که ماسمالی کردن همه رو. از کثافتکاری‌های این زنوزی من هر چقدر بگم کم گفتم. با دستور احمدی نژاد فولاد برای کارخونه‌هاش میگرفت، با قیمت دولتی می آورد تو بازار آزاد میفروخت. میدونیم میلیارد تومان این سودها برده. پمپیران رو اندازه پول زمینش هم پول نداد، گرفت تبدیل کرد به مزرعه بیت کوین. من تا خود صبح در مورد کثافتکاری‌های زنوزی و امثال زنوزی میتونم در موردش حرف بزنم. شهر خودمه، اونجاها رو من مثل کف دستم میشناسم. اون کارخونه هاشو بگیرین، همه چیز این کثافتکار. میگم اسم پدرشم قدرت زنوزی یه کارگر بازنشسته راهنه. اینجوری نیست که بگین از پدر و مادر رو نمیدونم اینجوری داشته. خیر، اینها خوردن، بردن، چاپیدن در سایه جمهوری اسلامی. الان هم دارن اون تعلیماتشون رو پس میدن. میاد میشینه اونجا تو تلویزیون عربده کشی میکنه، دعوای نمیدونم آذربایجانی و کرد و آذربایجانی و تهرانی و اینها را میندازن. و وای به حال جوانانی که اسیر این کثافتکاری ها میشن. هوشیار باشیم، بیدار باشیم. خیلی پوزش میخوام بزرگوارم، واقعا یعنی خیلی، چون دیدم که تو حالا پستی که من گذاشته بودم و تقبیح کرده بودم فحاشی ها به آقا کریم باقری رو،
یه عده شروع کرده بودن آقا اون موقعی که پرسپولیس به نمیدونم تراکتوری ها فوش داد کجا بودین؟ برین لایوهای منو ببینین، از راه نرسیده پرت و پلا نگین. من هر موقعی در اینستاگرام به ویژه و جاهای دیگه پستم دارم، سخنی گفتم در مورد فوتبال، گفتم که سالهاست فساد گرفته سر تا پای این فوتبال رو و گور بابای تک تک این تیم هایی که وابستگی به حکومت جمهوری اسلامی دارن و در راه نفاق افکنی و تفرقه افکنی جمهوری اسلامی ابزار شدن. فرقی هم نمیکنه پرسپولیس باشه، تراکتور باشه، تاج باشه، سپاهان باشه، همشون. اصلا فوتبال داخل ایران الان سر تا پاش فساده، مفسده به شکل اولاش. رسما شده محلی برای تفرقه افکنی. مملکت برباد رفته. همین امروز یه بچه بیگناه رو بالای دار کشیدن. شما پلشتا نشستین درد فوتبال گرفتین. خاک بر سرمون کنم واقعا. عزیزان واقعا پوزش میخوام، خون آدم به جوش میاد آخه. اسم این جوان یادم رفت، عقیل کشاورز، 26 سالش بود، 27 سالش بود، دانشجوی معماری بود. امروز به دارش کشیدن، کشتنش. یه جوان پادشاهی خواه رو. بعد تو نشستی اسیر بحث کذایی شدی. بازم تاکید میکنم من از همه تون فوتبالی تر بودم. اون موقعی که سری آ، لالیگا، بوندسلیگا، لیگ فرانسه، انگلیس دنبال میکردم، شما اصلا به دنیا نیومده بودین. ولی وقتی دارم میبینم که چه کثافتی زده به همدلی و اتحاد ملت ایران، خب معلومه میگم گوره باباشون. ول کنیم بابا، بچسبیم به آزادی مملکت. بنزین 5000 تومانی، جوون آینده نداره. بعد اینا نشستن که بشینیم به این بار به کریم باقری فوش بدیم، بعد تو تهران این به این فوش بده، بعد اون برای این پوستر درست کنه. واقعا خاک بر سر. عزیزان در مورد قتل این جوان پادشاهی خواه عقیل کشاورز، فکر کنم اهل شاهروده، بعد شون توی ارومیه بازداشت میشه. به چه جرمی؟ از ساختمان لشکر 64، یا درست بگم که یک ساختمان قدیمی مال دوره رضا شاه، جزو میراث فرهنگیه، یعنی ثبت ملی شده، درست مرکز ارومیه. خب یه دانشجوی معماری معلومه میره از یه ساختمان قدیمی که اثر معماری عکس میگیره. بیمایه ها، جرم اعلامی همینه ها، عکس برداری از چیز، لشکر پیاده ارومیه یا رضاییه. باورتون میشه؟ بعد 4 تا 5 تا اتهام پرت و پلا هم بستن به این جوان: جاسوسی برای اسرائیل، همکاری با منافقین و سلطنت طلب پادشاهی خواه. آخه پلشتا، هر کسی که کوچکترین آشنایی با فضای سیاسی ایران داشته باشه میدونه یه آدم پادشاهی خواه چقدر متنفر از همین مجاهدین خلق و مریم رجوی و مسعود رجوی و فرقه رجوی. چقدر یاوه میگوین شماها. بعد ساختمونی که همه جا پر عکسشه، ازش عکس بگیری میشه جاسوسی. بابا ثبت ملی شده. استریت ویوش یا همون چیز تصاویر خیابانیش موجوده، در گوگل بزنین لشکر پیاده ارومیه یا 64 ارومیه ساختمانش میاد، مال دوره رضا شاه، شاهنشاه رضا شاه بزرگ، ثبت ملی شده. و جوونی که معماری میخونه کارش اینه اومده مثلا 4 تا عکسم بگیره، تازه میگیم درست میگین، داشته از اون ساختمون عکس میگرفته، از یه ساختمون تاریخی، بنای تاریخی که وسط مرکز ارومیه است. بعد اسرائیل منتظر بوده که عقیل کشاورز از مرکز ارومیه 4 تا عکس بگیره از ساختمانی که ای بابا چه ویدیویی شد. حالا قطعش هم نمی کنم چون واقعا دیگه آدم به خدا اعصاب و روان براش نمیمونه. بچه مردم رو کشیدن بالای دار. اینم وضعیت مملکت. یه عده افتادن به جون هم که نمیدونم پرسپولیس به ما فوش داد، آقا اجازه این اول فوش داد، این بچهای مهد کودکی، خانم اجازه نه اول اون فوش داد، اول پویا فوش داد، اول نمیدونم کامبیس فوش داد. بابا خجالت بکشید. واقعا خجالت آوره. واقعا خجالت آوره. بازیتون گرفتن،
عین عروسک خیم شب بازی افتادین تو بازی این کثافت جمهوری اسلامی که سر 2 روز 3 روز میتونه کل این کثافت رو جمع کنه. اگر ارادش رو داشت، اگر میخواست، که نمیخواد، چون از خداشه تبریزی بیفته به جون تهرانی، از خداشه. فهم این انقدر آسونه که کسایی که نمیفهمن واقعا مشکل دارن، مشکل ذهنی دارن، عقلی دارن. انقدر آسونه فهمید. 3 روزه میشه جمع کرد. محرومش میکنی 10 بازی بدون تماشاچی، کسر امتیاز میکنی، لیدراشو میگیری، گوشاشونو میپیچونی، میفرستیشون زندان به جرم فحاشی به ملت ایران، به گوشه ای از ملت ایران. فرق نمیکنه میخواد لیدر پرسپولیس باشه، میخواد لیدر تراکتور باشه. 3 روزه میشه این کثافت کاری رو جمع کرد. 1 هفته هم نمیخواد، 3 روز. تعلیقش میکنی میفرستی دست 2. بعد ببینم کدوم تماشاگری جرأت داره فردا توی بازی بیاد فحاشی بکنه، اونم تو قسمت لیدرها. این رو هم تاکید بکنم عزیزان، فحاشی در قسمت لیدرها بود. به همین دلیل میگم سر در آخر جمهوری اسلامی. ورزشگاه یه بخشی داره که اون لیدرها هستن، تیفوسی میگن، تی میگن، نمیدونم 2 آتیشه میگن، که همه اونها، اون لیدرها سرشون تو آخر دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بدون استثنا. یه دونم که افراد معمولی هستن، خب بله ممکنه اونا هم جوگیری بشن، چون هدایت شعارها از اون بخش هواداران میاد. عزیزانی که ورزشگاه رفتن میدونن چی میگم. شعارها رو از اونجا پخش میکنن، اونجا یک صدا 100 نفر 150 نفر میدن و ورزشگاه همراهی میکنه. و جالبه که ورزشگاه همراهی نکرده با فحاشی ها به آقای کریم باقری. تو اون قسمت تیفوسی ها یا لیدرها این اتفاق افتاده. بعد وضعیت هم اینه، دیروز مجید رضا، بعد محسن شکاری، بعد سید محمد حسینی، کیان حسینی، امروز عقیل کشاورز، فردا هم نوبت یکی از عزیزان ماست. بشینیم منتظر باشیم تا به کی؟ سر تا سر سیرکه، ادعاهاشون سیرکه، نمایششون سیرکه. جوون مردم رو کشیدن بالای دار به جرم عکاسی از ساختمان لشکر پیاده ارومیه، ساختمانی که وسط ارومیه. از شخصا دیدم، نزدیک بود ارومیه، من تبریزی هم عزیزان میدونن. تا دلت بخوادم ازش عکس تو شبکه‌های اجتماعی، نمیدونم گوگل، در اینترنت موجوده. آره موساد منتظر بود که عقیل کشاورز عکسای لشکر 64 ارومیه رو، ساختمونش رو بفرسته که ببینه چند تا پنجره داره ساختمونی که مال 100 سال پیش ازش هزاران عکس وجود داره. خیلی بیمایه این، خیلی کثافتی. سناریو هم می‌نویسید، انقدر تابلو می‌نویسید. نوشته پادشاهی خواهی که با منافقین همکاری داشت. بابا خودتون میدونین اصلا چی میگی؟ پادشاهی خواه به خون رجوی و نمیدونم از شما بیشتر تشنه است. شما همکارین، شما 57 هستین. آری بزرگواران، جمهوری اسلامی جاش بیفته، مسعود رجوی بعد مریم رجوی رو به آغوش هم میکشه. اینها سر تقسیم و سفره دعواشون شد. تا سال 60-61 سر سفره بودن. پیشنهاد میدادن مسعود رجوی رو برای پست نمیدونم شهرداری تهران. بعد مسعود رجوی گلوش گنده بود، میگفت آقا من سهمم بیشتره، من جایگاهم بالاتره. اگه اون دعواهای درون سازمانی، درون تشکیلاتی خودشون نبود بین جمهوری اسلامی و بعد اینها رو پوسترهاشون رو همه جا به عنوان بنیانگذاران جمهوری اسلامی میدیدید. فکر نکنین الان به اختلاف خوردن گاهی به هم دیگه بد و بیراه میگن اینها واقعا اختلاف بنمایه‌ای دارن. خیر خیلی روشن اینها در 57 هم صدا هستن. انقلاب شکوهمند 57 رو خامنه‌ای هم میگه، خمینی هم گفته، مسعود رجوی و مریم رجوی هم میگن انقلاب شکوهمند 57. خب ببینین اینا سرشون توی آخره. بعد ادعا میکنم پادشاهی خواهی که به خون اینها تشنه است، چه مسعودش، چه مریمش، چه کل تشکیلاتش از سر تا سیلش، با فرقه رجوی همکاری میکرده. عین آش هر چی دستشون میاد میریزن فقط برای اینکه کثافتکاریشون رو، کشتارشون رو توجیه بکنن. این هم برای ترسوندن جوانانه. آقا پیام روشنه، بی دلیل و با دلیل میخوایم بکشیمتون. کی میخواد به این پیام بده؟ جز من و شما؟ جز این ملت؟ یه نکته دیگه هم بزرگواران، زبان درازی این توماج
توماج صالحی به علی آقا کریمی بود. علی آقا کریمی یه عکسی گذاشته بودن، تبرزدی و تاجزاده و نرگس محمدی و کلا مجموعه از این سفاسط و اصلاح طلبان و اینا رو. بعد توماج صالحی اومده واکنش نشون داده. بعد دیروز بعد خیلی جالبه، رگ گردن تو چرا بیرون زده بچه؟ به تو چه؟ به تبرزدی پرداخته شده، به نمیدونم عکس تاجزاده با مریم رجوی که اتفاقا به درستی اشاره میشه، اینا هم 57 هستن، معتقد به 57 هستن، کنار هم گذاشته شده. تو چرا پردی وسط قاشق نشسته؟ به تو چه؟ تو چی کاره حسنی؟ چرا به تو داره برمیخوره؟ تو حتی جرأت اسم بردن از علی آقا کریمی هم نداری. باورتون میشه؟ بعد ادعای شجاعت هم میکنه. بچه تو نمیتونی اسم این آدم رو بیاری، مرد رو بیاری، بدون اینکه اسمشو بیاره. اومده گفته بله یه اسکرین شاتی فرستادم برای من که عکس 40 نفر رو گذاشتن. قشنگ داره علی آقا کریمی رو میگه. عزیزان که ببینن اسکرین استوری این بچه رو، توماج صالحی رو میفهمن. ژست گنگ. و بعد علی آقا کریمی هم امروز یه تودهنی خوبی زد، گفت آقا زندانی سیاسی واقعی در رژیم جمهوری اسلامی آفتاب رو هم نمیبینه، چون گوشه سلوله، تو انفرادیه، تو حالا به هر شکل بند عمومیه، نه اینکه تو کف خیابون ول بگرده، آزاد بشه، عفو رهبری بخوره. واقعا هم درست میگه، جواب درستیه، دقیقاً جواب همینه. ژست چیز برا ما نگیرید، شماها عفو رهبری خوردید بچه. خیلی هم خوب آزادی ها، اصلا این سخن این نیست که مثلا چرا تو ما، اتفاقا از من از خدام همه آزاد باشن، از بانو فاطمه سپهری با شرف و شجاع بگیرین تا همه، نرگس محمدی، همه باید آزاد باشن. چیزی به نام زندانی سیاسی نباید باشه، مگر اونی که حرکت تروریستی در راستای تجزیه طلبی و اینا داشته، فرق نمیکنه، اون بحثش جداست. اما مفهومی به نام زندانی سیاسی در ایران به صرف ابراز عقیده نباید وجود داشته باشه. اما دیگه ژست قهرمان و ژست پهلوان برای ما نگیرید. عفو رهبری خوردی، بیرونی، برو زندگی تو بکن، ژست چیز نگیر. و در ادامه گستاخانه گفته که این کار اطلاعاتی هست. چی کار اطلاعاتی هست؟ منظور داره علی آقا کریمی رو میگه که یا شما با اطلاعاتی یا مهره اطلاعات شدی. چرا؟ چون مثلا عکس مریم رجوی و تبرزدی و نمیدونم فرخ نگهدار و نرگس محمدی به عنوان پایبندان 57 رو کنار هم گذاشته. آره؟ گنده تر از دهن حرف نزن بچه جان، برو بشین حالا رپ تو بخون، نمیدونم زندگی تو بکن. تو نه در قد و اندازه های علی آقا کریمی هستی، نه اصلا به هر روی. حالا خیلی هم مهم نیست، چند دقیقه گفتم به این یاوه‌گویی ها هم بپردازم. این یک جنبندی بود از مسائل 2-3 روز اخیر. بسیار باید هوشیار باشیم، بسیار باید بیدار باشیم. شهریار ایران رضا شاه دوم بارها تاکید کردن جمهوری اسلامی کمپین راه انداخته، یعنی تمام توانش رو برای تخریب پهلوی، هواخواهان و یاران و همسنگران پهلوی انجام خواهد داد. و الان هم دقیقاً و روشن این رو می‌بینیم. ببینین حماسه مشهد رخ میده، بعد این کثافتکاری ها رو جمهوری اسلامی داره راه میندازه. خیلی روشنه، بازی انقدر روشنه، واقعا خاک بر سر، باز هم تاکید میکنم، صریح و روشن تاکید میکنم، خاک بر سر اونهایی که در این شرایط مملکت، در این وضعیت مملکت اسیر و سیاهی لشکر بازی های جمهوری اسلامی میشن. آقا دیگه سیاهی لشکر شدن که شاخ و دم نداره. بله اینجوری نیست که واقعا جمهوری اسلامی اون پول رو به شما هم نمیده. واقعا تأسف باره. باز یه میلیون 2 میلیونی میذاش کف دستتون که برین عربده بکشین شعار بدین، باز میگفتین آقا یه پولی هم دستم اومد. اون پوله میره تو جیب اون لیدرها، 50 نفر 60 نفر 70 نفر لیدره. بعد شماها به مانند بز فرقی هم نمیکنه، چه تو تراکتور باشه چه تو پرسپولیس باشه، اسیر این کثافتکاری ها میشین. بعد سیاهی لشکر میشیم برای پروژه های جمهوری اسلامی که چطور در بین یک ملت هزاران ساله سر در نهایت شکست میخوره این پروژه ها. ببینین مثلا کریم خان باقری با فحاشی 4 تا لومپن قراره که تخریب بشه. جایگاه کریم باقری در قلب میلیون ها ایرانی علی کریمی باشه، علی قدایی باشه. شماها با این شامورتی بازی ها که یا سیرکای خیمه شب بازی که جمهوری اسلامی راه میندازه نمیتونین.
خدشه‌ای در جایگاه این مفاخر بندازین. اما نکته اینه که اسیر کثافتکاری‌های جمهوری اسلامی میشین. بدون حقوق و مواجب اینجوری اسیرتون میکنه، ازتون سوء استفاده میکنه و به همین دلیل باید گفت خاک بر سرتون. واقعا پاینده و برقرار باشین عزیزان. پوزش میخوام لحن این ویدیو یه ذره باز مثل همیشه، چون مسائلی بود که واقعا خون آدم به جوش میاد، اصلا نمیشه با آرامش مطرح کرد. گرامی میداریم یاد و نام زنده یاد جانفدایی میهن، بعد کشاورز رو، عقیل کشاورز رو، یک جوان بیگناه رو دوباره به دار کشیدن. اصلا از صبح که خوندم اعصاب و روان برام نمونده و امیدوارم این تاریکی، این تباهی، این سیاهی هر چه زودتر پایان پیدا بکنه. انقدر هم دستپاچه سناریو نوشتن که عکس برداری از لشکر پیادی ارومیه، ساختمانی که 100 ساله، بله چون 1307 فکر کنم شروع شد، 1310 افتتاح شد، ساختمانی که یادگار شاهنشاه رضا شاه بزرگ، دوران رضا شاه بزرگ، اون لشکر هم یه لشکر 100 ساله است و هزاران عکس ازش وجود داره. بعد عقیل رفته بود اونجا که عکس بگیره بفرسته بر اسرائیل. بس چقدر پرت و پلا میگن اینها. اونم یه لشکر پیاده، ای بابا تاج سرین. خیلی سپاسگزارم بزرگواران، لطف کردین، بزرگی کردین، این ویدیو رو تا اینجا دیدیم. و کلام پایانی به مانند همیشه: پاینده ایران، پاینده ایران، پاینده ایران. جاوید شاه.